سوال شما آقای خدمتی، نگهداری پول در حساب‌های قرض الحسنه حکمش چیه؟ یعنی حساب‌هایی که سود نداره به مدت مثلا طویل، حالا باهاش پول دارم بمونه. در حساب‌های جاری که سودی به آن تعلق نمیگیرد اشکالی ندارد، ولی مشکل اینجاست که باز هم به نحوی دیگر از اموال شما سوء استفاده میشه. یعنی بعضاً به خاطر اینکه جایزه ببرند پول میگذارند، این هم اشکال شرعی داره. شما در بانک های دیگر بگذارید در حساب جاری، نه حساب پسنداز. حساب جاری یعنی اینکه فقط تسهیل، یک آسانی برای شما در گرفتن و گذاشتن پول هست. درسته که بانک از پول شما داره استفاده میبره و سودی هم به شما نمیده، سود هم نمیخواهید، ولی این تنها راهی است که بشود با آن تجارت کرد، بشود با آن مسافرت کرد، بشود با آن زندگی کرد در امروز، به خصوص در کشورهایی مثل ایران و افغانستان که پولشون ماشاءالله، اگر شما بگید که یک نفر 100 میلیون تومان پول دارد، این 100 میلیون تومان خیلی خوب ممکنه برای خیلی ها چیزی هم نباشه، ولی اگر بناس بانک نبرد، پول خود را در بانک نگذارد، کجا نگهداری کند؟ این سوال اینجاست. پس بانک به عنوان نگهدارنده پول ما در حساب جاری اشکالی نداره که ما حسابی داشته باشیم برای تسهیل و آسانسازی گرفتن و پول گذاشتن در حساب. اما حساب‌های دیگر به خاطر جایزه بردن یا به خاطر اینکه شما سودی روی پول شما بیاد، این کارو نکنید و جایز نیست و این نوعی از رباست که شما بخواید در حساب سپرده باز کنید، یا حسابی که به خاطر، اگر به خاطر جایزه این کارو نمی کنید اشکالی نداره، حسابی که درش سپرده نیست و فقط جاری است و سودی به آن تعلق نمیگیره.